با بررسی شما لایحه قانون جمهوری تاجیکستان باید با وارد نمودن تغییر لایحه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتحادیه جمعیتی که با حقوق تشبثی قانونگذاری حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است پیشنهاد کرده می شود. لایحه مذکور با مقصد آشکارا و عمومی بودن فعالیت اتحادیه جمعیتی و جاری نمودن مکانیزم شفاف مبلغ‌گذاری فعالیت اتحادیه جمعیتی و نظارت آن تهیه کرده شده است. باید تذکر داد که در جمهوری نظام دقیقی به حسابگیری و نظارت صرفه مبلغ‌های بازگشت که به اتحادیه جمعیتی از خارج و داخل کشور پیشنهاد می‌گردند موجود نیست. این در نوبت خود خطرهای معینی را از قبیل مبلغ‌گذاری تروریسم و نگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده شده، مداخله به مسائل داخلی و حیات سیاسی دولت و مانند اینها را به بار می‌آورد. مقرر نمودن چارچوبه حقوقی به تنظیم آوردن ترتیب مبلغ‌گذاری تشکیلات‌های غیر تجارتی در توصیه‌های گروه تطبیق چاره‌های مالیوی مقاومت به شستن پول فتح درج گردیده. طبق لایحه پرداخت‌های اختیاری و خیریه‌ها، گرانت‌ها، مال و ملکی که از طرف دولت‌های خارجی، شخصان حقوقی خارجی، شخصان حقوقی که با اشتراک سوبیکت‌های خارجی تأسیس یافتند، تشکیلات‌های بین‌المللی به‌واسطه و یا از جانب آنها به واسطه دیگر شخصان واقعی و حقوقی به اتحادیه جمعیتی وارد شدند از طرف مقامات بقیه‌گیرنده در فهرست مخصوص یاری بشردوستانه ثبت کرده می‌شود. به اتحادیه جمعیتی ضرور می‌گردد که قبل از تطبیق برنامه‌های از جانب سوبیکت‌های مذکور مبلغ‌گذاری شونده مقام بقیه‌گیرنده را عاید به منبع مبلغ‌گذاری خارجی آگاه نماید. ترتیب پیشبرد فهرست مخصوص یاری بشردوستانه را حکومت جمهوری تاجیکستان معین می‌نماید. مسئله دیگری که با قبول قانون مذکور حل خود را می‌یابد این معین نمودن ترتیب سنجش فعالیت آیین‌ناموی اتحادیه جمعیتی میباشد. باید قید نمود که فعالیت آیین‌ناموی اتحادیه جمعیتی و ترتیب سنجش آن خصوصیت‌های به خود خاص داشته از سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار فرق می‌نماید. در این سند نیز یگان سند معیاری حقوقی موجود نیست که در عملیه به بعضی نافهمی‌ها آورده می‌رساند. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر لایحه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتحادیه جمعیتی با کنستیتوسیون سرقانون جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری مخالفت ندارد. بنابراین از وکیلان محترم خواهش کرده می‌شود که لایحه قانون مذکور را جاریداری نمایند. تشکر.